اداره واسطه نقلیات با شهادتنامه رانندگی قلبکی حالت جنایی است که در جریان رید سمت ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کونی در حدود مأموری خدمتی آشکار نمودند. جنبه تشویش آور این حالت جنایتی در آن است که گمان برشونده واسطه نقلیات مسافرکشانی را اداره نموده به مسافرکشانی مشغول بود. شهروند حسنزاده عمر سال تولدش 1993 استقامت کننده جماعت دیهات پلدان شهر کونی ماه ینور سال روان با مصلحت پیشکی با رفیقش اختیار مزاهیدوف که اونی ساکن شهر کونی است شهادتنامه رانندگی ساخته کار کرده شده با درجه های ب ت د برای اداره نقلیات سبکرو بارکش و مسافرکشانی به دست آورده دوام زیاده از 2 ماه واسطه نقلیات مسافرکشانی تمغه مرسدس پرینتر علامت قید دولتیش تی جی 9022 ت 02 را اداره نموده در خیر سیر رقم 115 داخل شهری به مسافرکشانی مشغول شده است. هنگام سنجش حجت عاید به ساخته و قلبکی بودن شهادتنامه رانندگی کارمندان بازرسی شبهه نموده برای دقیق کردن تخمین خود اول نسبت راننده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری در خصوص رعایت نکردن معیار سرعت حرکت راه ترتیب میدهند و در ادامه شهادتنامه از تشخیص کریمینالیستی گذرانیده می شود که قلبکی بودن آن تصدیق یافت. گمانبر شده عمر حسنزاد با تفتیشات اقرار شده است که کورس رانندگی را برای اداره نمودن نقلیات مسافرکشانی نخوانده است و شهادتنامه را بر عوض پرداخت 5500 سومونی رفیقش به او دسترس نموده است. تفتیش پیشکی معین کرده است که شهادتنامه مذکور بی رعایت طلبات تکنولوژی در خارجه تهیه گردیده است. با کردار صادر نموده خود گمانبر شونده ها معیارها در ماده 340 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مقرر شونده را ویران کردند و برای صادر نمودن چنین عمل جنایتی نسبت به آنها پرونده جنایتی آغاز گردید.